دوستان سلام، وقتون بخیر. قصد نداشتم کلیپ بسازم تو این چند روز، ولی اتفاقی که افتاد خیلی مهم بود. لازم دونستم که یه سری مسائل رو با شما به اشتراک بذارم. این حمله که صورت گرفت به پایگاه هوایی روسیه به نظر من یه جور اعلان جنگ بود. اعلان جنگ اوکراین به روسیه نه، چون که دیگه چند سال با هم دیگه توی جنگ فرسایشی هستن. به نظرم اعلان جنگ ناتو بود به صورت رسمی، چون قبلش هم بود توی اوکراین. یعنی عملا روسیه داشت با ناتو می جنگید، ولی دیگه به نظر من یه شکل و بوی رسمی به خودش گرفت و خیلی خط قرمز بزرگی رو رد کردن. مطمئن باشید اگه روسیه میدونست که یه همچین حمله قراره بهش انجام بشه، خیلی بدتر از این حرفا اوکراین میزد و ناتو رو میزد. من اصلا چشمانداز خوبی رو نمیبینم از این حرکتی که ناتو زد به رهبری، شاید همه فکر کنن آمریکا، ولی به رهبری انگلستان به نظر من حتی امروز تو خبرها اومد که وزیر جنگشون گفت ما آماده جنگ با روسیه هستیم. از روز اول هم آتش بیار معرکه انگلستان بود، از اون خط لوله نورد استریم که اومد بمبگذاری کرد و زد. اصلا سودش اینه که این جنگ تمام نشه. انگلستان اینو میخواد. فکر میکنم دیگه جنگ جهانی سوم، حالا اگه نشه اسمشو گذاشت، حداقل جنگ روسیه با ناتو یه شکل و بوی دیگه‌ای بگیره. من بخوام نظرمو بگم در این باره، به نظرم روسیه در صدد حمله بود به اوکراین برای گرفتن خارکیف و اودسا. یعنی میخواست کامل ارتباط اوکراین و ناتو رو با دریای سیاه، کامل ارتباطشون با دریا قطع کنه. به شدت هم داشت اودسا رو میزد. نزدیک 1.5 میلیون نیرو هم بسیج کرده واسه این کار، آموزش دیدن. و ناتو هم حتما فهمید که یه همچین اتفاقی میخواد بیفته، پیش دستی کرد و خیلی حرکت بزرگی زده شد. چون نگاه کنید که خساراتی که الان داره صحبت میشه ازش حدوداً 8 میلیارد دلاره. یعنی من بخوام یه چیزی بهتون بگم که متوجه بشید رقم چقدر بزرگه، ژاپنیا موقعی که حمله کردن به پرل هاربر، کل اون خسارت حدوداً 5 میلیارد دلار بود. یعنی شما ببینید که این حمله به لحاظ خسارت بالاتر از اونه. تقریباً حدوداً 20 الی 30 فرمند توپولوف 95 بمب افکن‌های استراتژیک از بین رفته، توپولوف 22 از بین رفته، آنتونوف سریای ترابریش از بین رفته. یعنی عملاً یه بخش عمده ای از ناوگان استراتژیک روسیه از بین رفت. به نظرم روس ها حمله شون رو شروع میکنن به سمت خارکیف از 2 محور، یه محور به سمت خارکیف، یه محور هم به سمت اودسا و هدف اودسا خواهد بود. البته ممکنه حملات بالستیکی موشکی به فنلاند هم شروع بشه. این احتمال رو من میدم، ببخشید، چون یه شایعاتی هست که میگه که این کامیونایی که اومدن داخل خاک روسیه و با ریز پرنده این فرودگاه ها رو زدن، میگن از فنلاند اومده. یعنی اگه صحت داشته باشه شما شک نکنید که فنلاند هدف قرار خواهد گرفت. حالا این که از طریق روسیه باشه یا ما بلاروس رو هم کم کم توی میدون جنگ خواهیم دید معلوم نیست. من احتمال میدم اگه قرار باشه فنلاند زده بشه خود روسیه میزنتش. و تازه
من توی خبرهایی که خوندم تازه روسیه تونسته یه تعداد خیلی زیادی از این کامیون ها هم بزنه هنوز. یعنی اگه اینا هدف قرار داده نمی شدن خیلی این حمله بدتر بود، یعنی وسیع‌تر بود، خساراتش خیلی بزرگتر بود. دیگه باید صبر کنیم ببینیم که چه اتفاقاتی میفته. من نظرمو گفتم، به نظرم اتفاقات میفته. نیرو هوایی روسیه خیلی دارایی‌های مهمی رو از دست داد. حتی من یه جا خوندم که هواپیمای ایوکس A50 هم تو این حملات آسیب دیده. چون روسیه تعداد ایوکساش که عملیاتیان خیلی اومد پایین و فکر میکنم این دیدگاهی که بود و چشمانداز صلحی که بود از بین رفت. میتونیم منتظر یه جنگ جهانی سوم حتی باشیم و یا حداقل روسیه و ناتو یه درگیری خواهند داشت و شاید همین درگیری ها دوباره به خاورمیانه هم برگرده. به نظر من این دوتا محور به هم خیلی وابستن و حتی ممکنه که مذاکرات صلح ما و آمریکا هم تحت تاثیر قرار بگیره. نظر من اینه. حالا بازم باید صبر کنیم ببینیم چه اتفاقاتی پیش میاد. پایدار باشید. روزگار خوش. بدرود.